درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. یه خبری رو صبح امروز برای اولین بار ما در رسانه پشت پرده منتشر کردیم، مبنی بر اینکه پژمان جمشیدی این چهره از ایران خارج شد به مقصد ترکیه و بعد از اون به فاصله 7-8 ساعت تازه یکی پس از دیگری رسانه‌های مختلف مثل تسنیم و فارس و شرق و ورزش و جای مختلف کم کم این خبر رو پوشش دادن که پژمان جمشیدی از ایران خارج شده و رفته ترکیه، که البته این خبر یه مقداری حرف و حدیث داخلش بود توی فضای مجازی که حالا همه اینها رو با هم دیگه بررسی میکنیم و اینکه چرا پژمان جمشیدی از ایران خارج شد، آیا فرار کرده، آیا با قید وثیقه خارج شده و هدف اصلی پژمان جمشیدی چی بوده. ببین، با توجه به پرونده‌ای که برای پژمان جمشیدی در حال حاضر توی دادگاه تشکیل شده، پژمان جمشیدی با توجه به اسناد و مدارکی که توی پرونده وجود داره متهمه، نه مجرم، متهم به تجاوز و این قضیه داره بررسی میشه. وثیقه‌ای که براش بریدن اول 2 میلیارد بوده چند ماه پیش که بعد از اون تبدیل شد به قرار بازداشت و بعد از اون اونجوری که من شنیدم 50 میلیارد تومان برای پژمان جمشیدی وثیقه بریدن. دیشب هلوش ساعت 1-2 شب یا 1-2 بامداد اصطلاحاً پژمان جمشیدی ایران رو به مقصد ترکیه ترک کرد. البته خبرگزاری ها چون خبر با تأخیر به دستشون رسید میگفتن 2-3 ساعت پیش گذشته از بخش CIP فرودگاه امام همراه با یک خانومی که همراه ایشون بود توی CIP فرودگاه امام پیاده میشن. اون خانم هم نشون به اونشون که با تاکسی برمیگرده و پژمان جمشیدی میره ترکیه. رسانه های داخل ایران خبر زدن، حالا ورزش و جای دیگه، که برای رتق و فتق کردن یه سری کارهای اداری پژمان جمشیدی رفته ترکیه، که البته این خنده داره. مثلا چه کار اداری پژمان جمشیدی تو ترکیه داشته باشه؟ بلکه پژمان جمشیدی از ترکیه قراره بره قبرس و اونجا با توجه به اینکه ملک و املاک زیادی داره اقامت قبرسش رو بگیره و به احتمال زیاد قبرس رو به مقصد یکی از کشورهای اروپایی که اول اسمش اسپانیا است که حالا من نمیتونم بهتون بگم ترک خواهد کرد و از این حواشی اخبار داخل ایران اصطلاحاً دور خواهد شد. چون الان خبرم رسیده بوده که چجوری پژمان جمشیدی ممنوع الخروج نیست، که اینم در نوع خودش جالب و بحث برانگیزه با توجه به اینکه پژمان جمشیدی پروندهش تو مرحله تحقیقات وجود داره، باید در شرایط فعلی حتی به طرف میگن از تهران خارج نشید، اما خب به هر حال اقدام نشده بوده برای ممنوع الخروجیش و در حال حاضر پژمان جمشیدی در سینما و تلویزیون ایران ممنوع الکاره، نه ممنوع التصویر. پس این تصمیم هم اینجوری گرفتن چون پژمان جمشیدی برای 3 سال آینده فیلم و سریال بازی کرده، مخصوصا فیلم سینمایی، و میلیاردی برای این فیلم های سینمایی تهیه کننده ها هزینه کردن و اگر ممنوع التصویرش بکنن عملا خیلی از این تهیه کننده ها و خیلی از این کارگردان ها، کسایی که سرمایه گذاری کردن تو فیلم ها سریالی که پژمان جمشیدی توی اونا بازی کرده، ضررهای میلیاردی خواهند کرد. بنابراین اومدن و گفتن که فعلا ممنوع فعالیت پژمان جمشیدی دیگه. آقا با توجه به حواشی که تو ایران هستش، تو کوچه و خیابون که نمیتونه بره، کاری هم که نمیتونه تو ایران بکنه، بهترین فرصت همین هستش تا وقتی که ممنوع خروج نشده ایران رو ترک بکنه و برای حالا شاید چندین هفته یا چندین ماه از ایران خارج بشه، شاید هم برای همیشه، معلوم نیست. اگر دادگاه حکم سنگینی رو برای پژمان جمشیدی ببره، مخصوصا اینکه اگر مثلا تجاوز هم باشه، شما به این قضیه فکر بکنید که این قوانین توی کشورهای اروپایی و حتی امریکایی هم لازم الاجرا هستش و اگر این جرم پژمان جمشیدی ثابت بشه میتونن با پرونده اینترپل پژمان جمشیدی رو برگردونن ایران، چون به هر حال جرم سیاسی نبوده، یک جرمی بوده که جامعه رو درگیر کرده و به خاطر همین گزینه فرار به نظر من خیلی گزینه کمرنگیه. حالا با توجه به اینکه خیلی اومدن و توی این قضیه صحبت کردن که آره برای پژمان جمشیدی
پاپوش درست کردن برای پژمان جمشیدی. این سوال ما با این من یه موضوعی رو این وسط باز بکنم. من چند روز پیش اومدم، یعنی پژمان جمشیدی ویدیو ازش اومد بیرون با اون دکتره که از زندان آزاد شده. بعد دکتره ویدیو گذاشته بود، گفته بود که آره امروز فلان در خدمت آقای پژمان جمشیدی هستیم. پژمان جمشیدی گفت خیلی مخلص. انگار مثلا طرف مکانیزم ماشه رو غیر فعال کرده، انگار مثلا طرف خرمشهر رو آزاد کرده. یه شخصی بوده که یک، حالا نمیگیم جرم، یه کاری رو که قانون با توجه به پرونده پزشکی قانونی گفته ایشون تجاوز کرده. اگه بدونید چه دایرکتی برای من اومده بود، آره تو حسادت میکنی فلان میکنی. بابا شما دیگه چرا اینقدر قضیه رو غم انگیز میکنید؟ چرا قضیه رو برمیگردونید حالا ما میگیم آقا پاپوش اگه 1% این قضیه راست باشه، شما به همین راحتی، حالا اون دخترم باجگیر، اصلا اون دخترم بده، اگه یه تجاوزی اتفاق افتاده باشه که تجاوز، پژمان جمشیدی انقدر کوک میزنه راست نمیکنه دوستان، دقیقاً از تهش بهتون بگم به همین علنی. خب ولی آقا دیگه به هر حال حتما یه چیزایی تو پرونده بوده، تو حکمش بوده که بردنش زندان. الکی مگه یارو رو میبرن بازداشت بکنن؟ حتما قاضی یه چیزی اون وسط مسطا دیده، آره یه فروی مروی یه چیزی بوده که اومده این حرفا رو زده دیگه. ولی این دفاع کردنه برای من جالبه. توی طول تاریخ هم مثلا طرف مداد گفته تو به قیافه طرف نمیخوره. مثلا یعنی چی به قیافه طرف نمیخوره؟ اینو نمیفهمم. پژمان جمشیدی رفیقم، یعنی اصلا پژمان جمشیدی بذارید کنار. خب این قپ سلبریتی پرستی رو بعد شکست. من میزنم فوششم بکنم دایرکت، اصلا تا دلتون کامنت بزنید فوش بدید زیر، مهم نیست. من قپشو میشکنم. من کسی بودم که به عنوان اولین نفر از ابی انتقاد کردم، از کل این سلبریتی انتقاد کردم، من به خاطر اینکه اون چیزی که درسته رو بعد گفت. مگه تو چهره قاتل می‌نویسن قاتل؟ مگه رو چهره متجاوز می‌نویسن؟ برید تاریخو بخونید. محمد علی کلی، خیلی از این فوتبالیستا، خیلی از این آدم، اینا اصلا 10 تا دختر براشون می‌بینن میافتن روشون، ولی دلیل بر این میشه که اونا یک تخلفی انجام ندن. پس چهره رو نباید متر و معیار قرار بدیم. حالا بگیم آقا اصلا رفته لاکار، این اصلا سر قضیه پرونده شمخانی رفته لاکار، ولی بوده آقا یه چیزی هم بود رفته لاکار، ولی یه چیزی بوده که رفته لاکار. مفتی که نرفت. حالا فقط خواستم اینو بهتون بگم، اینقدر ساده و اینقدر بت پرستی گونه به موضوعات نگاه نکنیم. ولی اینکه من فکر کنم پژمان جمشیدی فرار کرده باشه این به نظر من محتمل نیست. ولی پژمان جمشیدی تصمیم عاقلانه گرفته بود آقا فعلا برم یه مدتی از ایران بیرون، آبا از آسیاب بیفته، یکم فضا آرومتر بشه، پرونده درست بشه، تهش هم مطمئن باشید اون دختره پولی میگیره رضایت میده، این قضیه جمع میشه. ولی خب این ممنوع کاری پژمان جمشیدی 1-2 سال ادامه خواهد داشت. آقا 1-2 سال بذارم از ایران بیرون، یکم فضا حال احوالم خوب بشه با توجه به اون شوکی که تو ایران براش اتفاق افتاده و بعد ببینیم که داستان از چه قرار هستش. حالا کانال پشت پرده رو سابسکرایب بکنید، اگه دوست داشتید لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. تو روزهای آینده کار داریم با ماجرای پژمان جمشیدی. خیلی مخلصیم.